در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما. یک دو سه برو بریم. به به من ضبط کردم اصلا. رفقا سلام. این سری سفر کردیم به یه استان به اسم سیستان و بلوچستان، شهر چابهار، برای دیدن تالاب صورتی لیپار. اما قبل از اینکه بخوام راجع به تالاب صحبت کنم، دور و بریای من خوب میدونن که من عاشق غذا درست کردنم و توی این شهر یه غذایی رو تست کردیم که طعم فوق‌العاده‌ای داشت. اسمش کراهیه و توی 3-4 مدل طبخ میشه که ما اونجا کراهی گوشت دیدیم، کراهی مرغ دیدیم و کراهی میگو. طعمش فوق‌العاده است، یه کوچولو تنده. پیشنهاد میکنم اگر رفتید چابهار رستوران دعا، کراهی مرغ و گوشتش رو حتما امتحان کنید، خیلی خوش طعمه. رفقا اما اگه بخوام براتون از تالاب صورتی لیپار بگم، فاصلش با شهر چابهار خیلی کمه و حدودا نیم ساعته به تالاب میرسیم. اما اصلا چرا لیپار؟ لیپار تو زبون محلی به تلاقی رودخونه و دریا گفته میشه. در واقع تالاب لیپار داره موقعیت روستای لیپار رو بیان میکنه. اما چرا آب تالاب صورتی رنگه؟ جوابش خیلی ساده است. شما در نظر بگیر این بستر شور تالابه. این یه نوع باکتریه که داره توی این تالاب واسه خودش میلوله زندگی میکنه و یه دونه جلبکی هم هست که در کنار اینا همزیستی میکنه. این همزیستی باعث میشه که رنگ این تالاب صورتی شه. اما اون باکتریه اسمش هالوباکتریه و اون یکی که قرمز رنگ بود اسم جلبک دونالیلا سالینا هستش که همزیستیشون باعث به وجود اومدن رنگ صورتی آب تالاب میشه. امیدوارم موفق باشید و خدا نگهدار.
Thank you.